آخی هرچه که به زینا خدمت کردم هیچ کدوم به درد من نخورده. این هنه دیگه نفس تا کنار سرک هم همینه کار که میبردیم دیگه خوب صبح نمیجستیم نمیرفتیم. آخی الله یو تو سیکو دیگه چه کار کنم هرچی نکنی اولاده مجبوری زحمتی بکشی. مونده شدم بیلا الله جو آخی الله الله جو همینی صادق اگه بیاماد باشه بزو بگم تا کنار سر اگه اینا خودم ببوره که دیگه را رفته نمیتونم. الله جو الله درختا علو بکار که بیام بکنم. الله جو درختا که علو میشه که بیام بکنم. گیله بله سلام علیکم. اشتن نانه خوبی؟ بخیری؟ چجوری؟ نانه بمردم نفس رو پس افتاده اینه کار خودم تا اون کنار سرک ببرده گرفتن نمیتونم. دیگه عدش دیگه تا اون کنار سرک دیگه اگه خیلی تیم نمیبیرم ماشا ببرم مونده شدم نمیتونم دوتای نفس رو پس ببرده بچه های چی به درد من نمیخواد. خوبه ویلا بیا خاله جان خاله جان نه چی بگم نه چی بگم نه کجیر چی بگم ویلا اشته مونده شدم. خاله جان همیته بیایم آسته بیایم که مونده نشیم. یا تو رو رفته نمیتونم نانه آره رفته نمیتونیم آسته بیایم. رفته نمیتونم نانه جو الله کنم بودیم شنو بچه همگی بودیم بخور کمم در قلم این آتش شرقه خیلی بینید خداوند دفت رو عمر بده بازم این ساده بکشه دمی به درد من خورد آخه که نفس بپاس الله جوان آخه خاله باشه سعی کنیم میگه شغال جستک شما میته آسته بریم. نه شغال میگیره شما بیایم تیشی میته بریم بیایم من شغال بگردونم. بالا شغال کجا رفتیه؟ الله بالا سلام خیلی من میرم. با خدا مادر که جیر از اینا نچیشم دل مسیاه اینجا که من میبینی باشه برو من جا عرضه کنیم شما بدر نریده باشه اینا قند شکره. ویلو
خاله برو بلای بگیر. کباب بیشتر مزه میده، گردنم بند باشه. کبابایی که امو کوکو امیری میخریدم. ببینی گردنم من باشه 4 کیلو افسیل بید. خاله خاله مدر کجیب بستگم شغال باجیز. خاله خاله شغالی بوده. آستاسته بیه آستاسته بیه نیه. چه کردی فیلم دیگه تو گفتم اینه تو که در خودم پیش بابا. میام نه شغالی او بره گفتم شغاله. بالی به دیر شده من میرم خاله. خیلی بودی آخه جو الله آخه مونده شدم با اگر خود بابارم تو رو بخواه بچار آخه جو آخه الله جو الله آخه جو آخه شهر شدم با ای بچه های چی به درد من ها خوردم همین کار میبردیم به خونی خوار خود چه کار میشد دیگه من رفت ذرا سرگردم الله آخه مونده شدم آخ کادم پیر شده گر رفتن نمیتونه نه آخ هرچی بشینم روز مشون میشه آخ حالا جو بله یه خیر نبینی بس که ماسه کجا بدر ریختی تو مرگ مفاجعه اینا چه کار کردی کمال تو خدا بس کنه بخه تا بیلا چک نمونده همه گیر پاک بخورده بشنیده خدا خیر نبینی تو گیلک تو چریته کردی اینو کار ببودم میردم همین دختره خونه بودم حالا من چه کار کنم مغزرم بیام آدم تو نگاه کن مغزرم بیام آدم الان من اشتباه مغزرم با پس برم اگه تو بچه بودی همینجا چرا میته بسیدی همینو کار ببردم گفتم ببرم همین دختره خونه برم خیر نبینی گیلک خیر نبینی رایی که مغزرم بیام اینو کار نمیشه میدی چه کار میشد مرگ توش نبخه الان با مغزرم بگم اگر پس برم به سرا برم خیشته روزگاری به سر ماما نه ماساریش نه اینجا از سرا به در شروع بودی که مونده شدم بشیش ایام از بر بیامد گفتم این ماسا کارتوان کنار سر خودی ما ببرن همک بشکر خودی همی خیلی تر بردیشت برفتیم هم اینجا گو نزدیک به سرک که برسیدیم یک دم گفت اگه آنی بی شغال خور من نقطه باخچه ما برفتم قرار همیتا پیش رفتم بیامدم دیدم از ما جلو شد بشکه خیلی به پیش می بگیش نه نمیتونه 3 کیلو ماس ایشته خورده میتونه
و حتما یک پلاستیک چیزی به اونجا پیدا کرده برفت تا پلاستیک ایلا رفته. نانا و فاتا بلای گردن بس شکلو که چی نوکی رو میخوره. تو سعی کن ما به چی بدبختی همین ماسا میگی کردم، به چی بدبختی همین مثل گزانات کشیدم من حالا که نان خود نمیدادیم به دست شما گیلاک نه نمیشناسی. چی فهمیدم نه دیگه چه کار کنم دیگه شال شدم. مرد تو بخوری گیلاک شما توشه. شما کنیر که بل هست شما بودم مگه اینا چهار نه بدم بابا بابا. کجا اون روز تو میبینیم میده اون نی پا بابا مونده نی دست شما صحبه بکنی نگی لک میخورو به خدا اگه ماسار از حلقه بیرون نکرده بابا چی بیار خونه باشو مرد حالا نه چه کار کنم من رو بگرد تا به سرا بره بشو آخه نه حالا جو میداری نگو مشکی باشم من میبودم حالا نه شما نه به درد من نمیخورم نه حالا نه کنجی نمی مشکی باشم من دار ببر بده بری خواه خود اگه میبردم دیگه گفتم برم یه خبریم از بگیرم حالا نه شما نه خود شما دل شما یه 5 دقیقه سنگ سنگین به خونه خوبه حالا نه دیگه چه کار روستا شما عدی سرا به اون سرا عدی سرا کاکا سرا همه سرا خاله بریم چلیم بکشی غیبت کنیم کجا میری تو نه حاله برو گیلاک پیدا کنم مشکی بگید حالی پیدا میکنی نه وقت برا آخه عدی باش پول شده باش نگوی بلرکت باش گرفته باش عدی به دل زمین رفته باش این رو پیدا می جنجال نکنی نه خودی آخه حالا جو همه رو تویبای بش کرده که تو شهر مایو نکردی ما بیچاره پیرزای پیروزای همی چکگاه ماسو میبردم با دختره خونه شهر تو بگیرزی و تو میگم همین یک 4 قلبو برای میشی بشه میدی خواه که تو چه خنوزه تو چه خدا تو لای از این کم ندر کنه کلون نشی لای چکار نره بیسته چه کاره بگه من چه کار کنم از دست شما بچه ها چکار شده همین بوشکی موزه ماسو ببرم با خوره رکت ببرم با دو دست همین گیلت دیوونه ساده بگذاری که وقت بشه میده اون بوشکر پرتاک کبیر چنی بشه میده شما گفتیم بخورم ما بریو نگفتم تو پاک بخور گفتم همین بوشکر یک 4 قدم پیش ببر که تا کنار سرک برسم بک موتاری سه چرخی گلی چیزی بگیر ببینم من تمام شهر برم سعی کردم که وقت بوشکر بشه میده پشت سر خود تا که خودی هم بجس برم ای قناق عدی گلک دیونشه سپریدیشه به خیلی خوشی نه نمیدادی میفهمید که گیلک به چکم و مدام همین تکاراخو میکنه با شما اشته بشکی ما سبب حسی دادیم میدادیم من میبردم دقیقه با شما چی بشکه میبرده خب من چی فهمیدم شما رو از کجا پیدا کنم تا هم شد کومی اگه ندیدم او اگه من می بشکی ما از حلق بیرون نکردم بگی تو به چه بیارخو نبودی بیا که بریم به سرا بریم کجا میدی دیگه باستون برو سر دیمید نه بیا که بریم به سرا بریم کمیسای کنم برکی یک کاری بکنم برم از سرا رو عبدالکریم کریم کم شیر بستم میگی کنم صبح خود به شهر بگم رانی برو خونه شد رفته ماسار بشه میده که بیا بریم به سرا بیا نه بگیریم بشکر ببریم ما بگو یا برو خب تم بریم که تای کنم دیگه چه کار میشه دست دادیم و چه کار کنیم سلام علیکم ماما نوروز ایشان که جی جنجون جان اول خوب خوب خیلیته اختیار سلامتی شکر زنده باشین کجا بیدیم ماما نوروز آنی تو براتون به سرا دیخ شدم براتون چکر پیش سرا چکر بزدون سرا سرسبز خوب آدم چکر دونه خوب شد ماما نوروز من شما رو بدیدم صبح مادرم میرفته به داده می بشکی ماسی ببره همیتا میرفته به شهر گیلک بچه شما رو بدیدم به تارا بری گیلک گفتن گیلک جو همی بشکی ماس کمکی رو خود ما ببرن گیلک به تارا بشکی ماس پاک بشه میده ماما نوروز خوش شما سعی کنین گیلک بچه شما چیکار میکنه تایکو که جی جان تو همون تو بیاغل دیونی هسته چرا مادر تو بشک ماست خور به دست میداد همین مردم همه میفهمن که او دیونیه دیگه با چرا مادر تو بشک ماست بازم به سرا بیایه من نصیحت میکنم جلالت میکنم که دیگه این کارا خود نکنه خوب ماما نوروز این بشکی ماست مدعا ارزشی نداره که بچه شما گیلک آلی او بخورده گب به سر از این ماما نوروز گیلک کارا خوبی نمیکنه مدام میبینید تمام حق همسایه پای مخیش دست گیلک دست می کارای بدادم شما هم گیلک بفهمونیم بگیم همون که بشکی ماسه بده بی 4 قدم را مو بشکی ماسه سهی و سالم به سر جایی میرسیدی بعدا میدادی به دستی آلی تو ما خود ما آیا شما گو نداریم ماما نوروز داریم اشتر مشکل نداری خوب دیگه شیر ماس هم که داری آره گیلک با مو شیر ماسا بشکی ماس مدر ما مونده بیده نه چه ساده یه به این پون نمیفهمه خود من خبر دارم که گیلک سادی خود شما خبر داره وجد به من نداره که ما بگو باید
مادرتون نمیداد به دستیو. خوب خیر مامان نوروز. بازم من اون نصیحت میکنم بعد دیگه از این کارا خو نکنه. خوب خیر بینی مامان نوروز. بخشش باشه. خدا بخشید. خوش آمدین. زنده باشی. مدا بگی لگ بگیم این کارای مامان نوروز با خدا دیگه ریال بخشش نداره. باشه مادر خو بگو نفری نکنه میشه دیگه بچه یا ساده یا نمیفهمه. نه بشکی ماست ارزشی نداره که نفری ناله کنه. بازم مور با بابا سرزنش میکنه که دیگه این تا کارات بیعقلی دیگه نکنه. خوبه مامان نوروز خوبه. خوبه بیا اگه این کارا لگید و خلاصی دنی روی مدا مگر همیشه چپول خودی بندازه.